در این درس درباره مدل‌های نشاندهندگی دیده می‌بریم. پیش از مدل‌ها رو کار کردن بیاین اول باید به خاطر بیاریم قاعده‌های درجه چی بود. مثلا اگر در اساس ما یگان عدد داشته باشیم a درجه 0 هم وقت به 1 برابر است، a در درجه 1 به a و اگر درجه ها بینشان اساس اگر برابر باشند ما درجه ها رو جمع کرده میتونیم، یا اینکه وقتی تقسیم باشد درجه ها رو طرح میکنیم و درجه در درجه چی میشد؟ درجه ها رو ضرب میکردیم و باز با درجه های منفی اگر مینوس n داشته باشیم این به چی برابر؟ 1 تقسیم a در درجه n است. در اینجا مدل‌های دیدیم وقتی که اساس ها به یکدیگر برابر باشند، مثلا 5 در درجه x برابر 5 در درجه y. اگر شما میخواین نمود مدل داشته باشین وقتی که اساس ها به یکدیگر برابرند درجه ها هم باید به یکدیگر برابر باشند. یعنی منطقی مدل‌های ساده نشان دهندگی از همین عبارت است. اساس ها رو برابر میکنیم و بعد درجه ها رو هم برابر میکنیم و البته که دیگر نمودهای مدل ها رو هستن و رو هم میبینیم. از کتاب گرفتیم مثال ها نیا کنیم. در اینجا در ریشه بیاین ازیت درجه نویسیم. این رو ازیت درجه نویسیم. یک مثال چی میشود؟ 2 در درجه x مینوس 1 تقسیم 3. یعنی وقتی که در ریشه ما داشته باشیم بیاین هم قاعده نویسیم a در درجه m ریشه درجه هم n باشه ما این رو همچون کسری نوشته میتونیم m تقسیم n. در اینجا هم خیلی کردیم با یکمش، دویمش هم 2 درجه 1 تقسیم 2. اکنون نگاه کنید اساس ها برابر هستند. اگر اساس ها برابر باشند درجه ها هم باید برابر شوند 1 تقسیم 2 و بعد این مدل رو کار میکنیم. این مدل رو چه کار میکنیم؟ ضربی تناسبی، یعنی 2 ضرب x مینوس 1 برابر است با 1 ضرب 3، یعنی ضربی درون به درون کردیم و از اینجا چی میبراید؟ خلاصه رو کشیم 2x مینوس 2 برابر 3 است و x برابر به 5 تقسیم 2. 5 تقسیم 2 میشود. سنجیده میتونیم جای x اگر 5 تقسیم 2 رو مونیم جواب بکنیم درست میشه. سنجش خود نمیگذارونیم. در این مثال نیا کنیم اساس ها برابر نیستند. لیکن من 4 تقسیم 25 چه نوشته میتوانم؟ من این رو 2 درجه 2 5 درجه 2 نوشته میتوانم و این در عموم چی میشه؟ 2 تقسیم 5 در درجه 2 هم نوشته میتوانم. یعنی اینجا با قاعده اگر وای کنیم اگر کسری داشته باشیم درجه باشد درجه ها رو علایده گرفته میتوانیم. باز چیکار کنم میتونم؟ من جای صورت و مخرج رو عوض کرده میتونم. اگر عوض کنم نیا کنید اگر درجه مینوس 1 باشد این به هم وقت به b تقسیم 1 برابر است. اگر درجه مینوس 1 باشد صورت و مخرج جایشون عوض میکنم. یعنی من این رو چه نوشته میتونم؟ 5 تقسیم 2 درجه مینوس 1 ضرب 2 کرده میتونم و اون به 5 تقسیم 2 درجه مینوس 2 میشود. همه اینها رو برای چیکار کردیم؟ اساس های برابر کردن. یکم شکل ما چی میشد؟ 5 تقسیم 2 درجه مینوس 2 در اینجا خودش درجه دارد x جمع 2 برابر است با 5 تقسیم 2 در درجه 6. اگر درجه باشد درجه ها رو ضرب میکردیم. یعنی با ساده تر نویسیم 5 تقسیم 2 در درجه مینوس 2 x جمع 2 برابر است با 5 تقسیم 2 درجه 6. اکنون اساس ها رو برابر کردیم، مخرج ها باید برابر شوند. یعنی مینوس 2 x جمع 2 برابر 6 شود. بعد این مدل خطی ساده میشد مینوس 2x مینوس 4 برابر 6 و از اینجا x برابر میشود به مینوس 5. سنجیده میتوانید مینوس 5 مینوس 3 درست. با یک مدل دیگه برایم. در اینجا یک مدل کمتر مشکل تر است، مرکب تر. برای این مدل کار کردن ما اینها رو به مدل کوادراتی میگردونیم. چیکار میکنیم؟ باز اساس ها دیگران درجه هر خیلی است. بیاین اینو یک ساده کرده نویسیم. دیگر نویسیم. چه نوشته میتونیم؟ ما این 4 رو ما 2 درجه 2 x جمع 1 نوشته میتونیم. جمع 2 درجه x جمع 5 برابر 0 است. اکنون درجه ها رو ضرب میکنیم. درجه ها اگر ضرب کنیم 2 درجه 2x جمع 2 میشود.
2 درجه x جمع 5 برابر 0 است. اکنون می‌بینیم بین این درجه ها جمع است. من اون جدا کرده میتونم. 2 درجه 2x ضرب 2 درجه 2 جمع 2 درجه x جمع 5 برابر 9. با یک چیز دیگر نمی‌نویسم. همین 2 درجه 2x رو ما 2 درجه x در کوادرات ضرب 4 چون که ضرب کنم با چه میشه؟ یک کمش میشه. جمع 2 درجه x جمع 5 برابر 9. ممکن حوزه دیدن مشکل تر است. چه مدل کوادراتی شده میتونن. بیاین یک عوض کنیم. 2 درجه x رو بگذار a باشه. و از نو نویسیم از جهت a. و چی میشه این؟ a کوادرات ضرب 4 یعنی 4a کوادرات جمع a جمع 5 برابر است به 9. اکنون نگاه کنید مدل کوادراتی شد. این رو چه کار میتونید؟ البته با یاری فرمول کوادراتی رفته میتونید یا اینکه با قوس ها جدا کرده میتونید. اگر با قوس ها جدا کنید اینجا مینوس 5 بود. در همش خطا کردم. در اینجا همش مینوس 5. از اول همش خطا نوشتم. این چند میشد؟ مینوس 5. 2 درجه x مینوس 5 مینوس 5 مینوس 5 و مینوس 5 در اینجا هم مینوس 5 میشود. مدل کوادراتی استفاده برده میتونیم. قوس جدا کنیم با دو قوس جدا میکنیم. در یکم قوس 4a با a میشود. در دیگری باشد جمع 5 مینوس 1. وقتی قوس رو میکشونیم با همین ifade رو به دست میگیریم. یعنی 4a رو 5 رو با اینو ضرب کنیم. با همین ifade رو میگیریم 4a کوادرات جمع a مینوس 5. از اینجا چی معنی داره؟ دو قوس ضربش 9 این معنی اون رو دارد که یکی از آنها به 9 برابر است. یا این به 9 برابر است یا اینکه این به 9 برابر است. و از اینجا a میشود مینوس 5 تقسیم 4 و a میشود 1. نکی به ما a لازم نیست، به ما x لازم است. بیاین اکنون برگشته میبینیم به x. یعنی ما a چی بود؟ 2 درجه x مینوس 5 تقسیم 4 یا اینکه 2 درجه x برابر 1. اکنون با یکمش نگاه میکنیم. آیا جای x یگان رقم مونم درجهش رو گیرم جواب منفی شده میتونه یا نه؟ البته که نمیشود. برای همین این خیلی x موجود نیست. این خطا است. این خیلی x موجود نیست. یعنی جای x یگان عدد رو مونه جوابی منفی گرفتن نمیتونه. برای این نمود سوال. و دویمش باید شود 2 درجه x برابر 1. از اینجا چی معلوم میشود؟ 2 درجه x برابر 1. کی 2 درجه x برابر 1 شده میتونه؟ هم وقت در یک حالت اگر x برابر 0 باشد. از اینجا جواب شما x برابر 0 است. سنجیده میتونیم. بیاین سنجش گذارونیم. سنجش در اینجا کنیم. سنجش میشود 4 9 جمع 1 جمع 2 در درجه 9 مینوس 5. آیا برابر است با 9 یا نه؟ یکمش چی میشود؟ 4 درجه 1 4 میشود جمع 2 درجه 9 1 میشود مینوس 5. آیا برابر است با 0 یا نه؟ البته طرف چپ میبینیم که 0 میشود. این طرف هم 0. یعنی جواب ما 0 است.